سلام به همه دوستان زبان در سرتاسر دنیا. اگر تو هم مثل من عاشق کشف زبان جدید و گپ زدن با آدم ها جور و جور هستی، دقیقاً اینجا جای توست. یادگیری زبان هیچ استرسی ندارد. کافی است یک نفس عمیق بکش و یک لبخند بزن و همراه من در یک سفر قشنگ به کشور زیبای فنلاند بیا. امروز قرار است 3 کلمه جادویی یا 3 سوال جادویی مثل میهن را یاد بگیریم و دنیا را کشف کنیم. خب در ابتدا کلمه میسه. کلمه میسه دارای نکات طلایی هست که ما باید بدانیم. 1. معنای میسه میشه کجا یا کجاست. وقتی میگیم کجا یا کجاست، مکان را نشان میده. 2. میسه برای پرسیدن مکان، فعلی، چیزی یا کسی استفاده می شود. 3. میسه دارای نشانه هست. اس آ اس ا تای ال آ ال ا. با دانستن از این 3 نکته طلایی میسه، یک بخش کلان زبان فنلاندی یاد گرفتیم. ببینید، علی از دوست سوال نه کجا هستی؟ میسه سینه اولید. این خیلی مهمه نه؟ وقتی از دوست سوال کنی در کجا هستی، دوستش میگه مینه اولین قهوه لاسا، من در قهوه خانه هستم. وقتی که با میسه سوال میشه، از در جواب از نشانه شکست استفاده مونیم. در کجا؟ قهوه لا، قهوه خانه، قهوه لاسا. از امی دوست پرسانه یک دوست دیگه خره، علی میگه مثل احمد اون. دوستش در جواب میگه هن اون آسم الله. او در استادگاه قطار است. یک نکته طلایی دیگر را هم شما در اینجا یاد بگیرین. او چی است؟ ای فرق بین اس آ و ال آ در چیست؟ دوستا، ما نشانه اس آ را برای مکانهای سربسته به کار میبریم و ال آ را بر مکانهای سرباز یا فضای آزاد کسا به کار میبریم. قهوه خانه کسی یک سربسته، از او خاطر میگیم قهوه لاس. آسم الله، ببین در این عکس کسی میبینیم استادگاه قطار در یک فضای باز است، بعد میگیم که آسم الله در استادگاه قطار. حالا میستر یاد گرفتیم، بریم که سوال جادویی میستر یاد بگیریم یا کلمه جادویی میستر. میستم دارای نکات طلایی هست. 1. معنایش میشه از کجا. 2. میسته برای پرسیدن مبدأ یا منشأ چیزی یا کسی استفاده میشود. وقت میگیم از کجا، یعنی نقطه مبدأ نشان میده دیگه، از کجا حرکت مونه. میسته. 3. میسته دارای نشانه هست است آ است ا تای ال ت آ ال ت ا. با دانستن از این 3 نکته شما باز یک بخش کلان از زبان رو یاد میگیرین. سیل کو علی از دوست پرسان نه از کجا آمدی؟ میسته سینه تولید.
در جواب میگه مینه تولین کریاستوستا، ما از کتابخانه آمدیم. و از دیگه دوست خیلی پرسونه میسته سینه تولین آسمال دا، ما از استادگاه قطار آمدم. اینالی یک نقطه طلایی دیگر باز در میستک هستم و شما مفهمیم فرق بین استا التا. ما استا را برای فضاهای سربسته به کار میبریم، التا برای فضاهای سرباز که به کار میبریم، فضای آزاد. با دانستن از این نکات ها و یاد گرفتن میسته بریم که امی مهین دم کسا یاد بگیریم. مهین نیز دارای چند نکته طلایی هست. یک، معنایش میشه به کجا. دو، برای پرسیدن مقصد یا جهت حرکت استفاده می شود. سه، نشانه مهین ال تای وکالی پلوس سم وکالی پلوس حرف ان. وقتی میگیم به کجا، مقصد رو نشان میده دیگه. مهین علی از دوست پرسان مهین سینه منید به کجا موری، مقصد کجاست؟ منین کوپان، ما در فروشگاه میروم. از دیگه دوست پرسان مهین سینه منید منین توریلی، به توری میروم. سرکو در اینجا گفتیم که نشانه مهین وقتی میگیم به کجا، کوپان. سرکو کلمه کوپا با حرف آ ختم شده. ما گفتیم اگر مشخص کنیم به کجا یا مهین، نشانهش کسته وکالی پلوس ان، سم وکالی، یعنی با آ ختم شده، یک حرف همزی آ و حرف ان مدمی کلمه اضافه همونیم. کوپان به مغازه، به فروشگاه. توریله ال در ختم کلمه علاوه همونیم. اینالی فرق بین ال و اندک هست دیگه. شما ما قبل از اینکه ما بگیم شما یال فهمیدین. ایره ما بخش سربسته به کار میبریم و ایش رو بخش سرباز، یک فضای آزاد. توری کسی در یک فضای باز است، از او خاطر میگیم توریله. منین توریله به توری میرم. منین کوپان به فروشگاه کسی میرم. اینالی این سه سوال جادویی رو که یاد گرفتیم. ببینیم که این سه کلمه جادویی چقدر پرکاربرده و یاد گرفتن چقدر مهمه. اینالی یک داستان از علی رو شش قصه. دکو علی از افغانستان میاد میدان هوایی فنلاند که میرسه، دنبال تاکسی میگرده. با دست خود با زبان شیرین فنلاندی رو که یاد گرفته و این کلمات جادویی رو که یاد گرفته پرسانه میسه اون تاکسی. از یک فنلاندی پرسانه تاکسی کجاست؟ فنلاندی با لبخند زیبای خود میگه تاکسید اواتولا، تاکسی ها آنجاست. بعد سوار تاکسی میشه و طرف مقصد خود کسی موره. بعد امی تاکسی رون در داخل تاکسی رون ازش پرسانه میسته سینه تولید، از کجا آمدی؟ تولین افغانستان استا، از افغانستان آمدم. بعد علی در مقصد خود میرسه و رفع خستگی نه. فردایش یا همون روز کسا موره که بیرون جاهای دیدنی رو ببینه. موره در ایستادگاه میترو از یک کسی پرسون نه مهین تم میترو منی،
این مترو به کجا می رود؟ برش جواب میده من موزیون، به موزیم می رود. بعد علی احساس افتخار مونه در خود خو، احساس پراود مونه. واو، امروز چی یک روز قشنگ است. دیگه با هر کسی میخوای صحبت کنه میتونه صحبت کنه، چون این کلمات یا سوالات جادویی رو کسی یاد داره. بعد دیگه علی میخوای بیشتر کسی تمرین کنه. در هر جایی کسی موره از یک کسی یک سوال موره، مثلا رفته در پیش کلیسای بزرگ پیر به نام ایسو کیرکوموگه در زبان فنلاندی، پیش کلیسای بزرگ کسی از یک کسی پرسان نه مثل اون کاهویلا میخوای دیگه تمرین کنه زبان خود دیگه. می سوال جادویی رو که یاد گرفته مثل اون کاهویلا قهوه خانه کجاست. بعد مورد هر جایی که میرسه همین سوالات مونه دیگه. بعد مورد ایستادگاه قطار هم که میرسه از یک کسی پرسان نه میهین تمه یونا مینه این قطار کسا کجا موره، به امی شکلی ادامه میده، چون دیگه فهمیده که چقدر زبان فنلاندی و شیرین و لذت بخشه و این کلمات جادویی رو که یاد گرفته چقدر پرکار برده. سکن در به خاطر که در امی تواناییتون بیشتر یک چیز اضافه شنه و راجع به زبان فنلاندی بیشتر بفهمین، اینجا ما یک چیز دیگه آماده کردم بخشش میگیم در از به. این سه چیزی که ما همیشه کسی در صحبت‌های و کارمون فنلاندی هم این شکل وقتی میگه در کجا، از کجا، به کجا، میسته میهین، این سه سوال جادویی است واقعا. میگه در مکتب کلوسا، نمیگه کلو، فقط نمیگه کلو که یک کلو یک نام یک مکتب رو بگه. وقتی میگه در مکتب از نشانه میسه باید به کار ببره، اس آ کلوسا. وقتی میگه از مکتب کلوستا، نمیگه تا نه بگه کلو، این جملهش معنا نمیگیره دیگه کلمش. وقتی میگه کلوستا از مکتب، کلون به مکتب. دکو در اینجا کلو به او ختم شده دیگه. ما اگر بگیم به مکتب از امی حرف وکالی سما وکالی یعنی یک او رو اضافه کنیم با حرف این میشه کلون به مدرسه. ایندهیش سلکو آسمالا آسمالتا آسماله در استادگاه قطار، از استادگاه قطار به استادگاه قطار. اینجا از نشانه های ال التا ال به کار بردیم، نشانه هایی که برای فضای سرباز کس استفاده شد. اینا رو همیشه در ذهن خود داشته باشید. و یک نکته طلایی حتی میگیم الماسی از این سه سوال جادویی رو که میخوایم بهششون بگیم یاد بگیرین او یکی تکو. وقتی که ما از نشانه میسه و میستک استفاده منیم روی یک کلمه، او کلمه در روی او کلمه همیشه کپیت واحد صورت میگیره. این همیشه یادشون باشه. تکون کاوپاسا دو دونه پی به یک پی تبدیل شد، کپیت واحد صورت گرفت. اگر کپیت واحد رو کسی یاد ندارین، ما در درسای قبلی کسی براتون درس دادم، برین در کانال همدم زون کسی داخل شین و ویدیوی کپیت واحد رو کسی پیدا کنه. فکر کنم شاید 20 دقیقه کسی باشه، شما میتونید تمام جزئیات کپیت واحد رو کسی یاد بگیرین. اگر قبلا با ما بودین حتما یاد دارین. یالی کاوپاستا وقتی میگیم از مغازه، از فروشگاه، در اینجا چون نشانه میسته استعار کسب به کار بردیم، روی از این کلمه کپیت واحد رو صورت گرفته، دو دونه پی به یک پی تبدیل شده. ولی در مهین وقتی که موز نشانه مهین کسا استفاده مونیم، کپیت واحد رو صورت نمیگیره. یادتون باشه.
کاوپان دودن پی اش تغییر نکرد. مو نشانه میهین که آن هست داری علاوه کردیم. و یکی در اینجا یک چیز دیگه متوجه شین که چرا امده ال د ال ای ایرم دیگه ما قبلا برش درس دادم که اگر در یک کلمه نیوترالی وکالی و ایت وکالی اگر باید مو از استفاده کنیم. اگر تا کا وکالی و نیوترال وکالی کس باید با هم ترکیب ش باید مو اضافه کنیم. اگر تنها نیوترال وکالی باید مو اضافه کنیم. چون در اینجی کسه او از جمله ایت وکالی هست مو را کس همراهش استفاده کرده. بوسی بوسکله در استادگاه اتوبوس. بوسی بوسکلته از استادگاه اتوبوس. بوسی بوسکله به استادگاه اتوبوس. اینالی یک دونه دیالوگ هم براتون آماده کردم که شما بیشتر کس متوجه شین که چقدر این سه کلمه جادویی پرکاربرد است. بگین آنا با میکو میگه هی میکو. سلام میکو. میکو میگه هی آنا. سلام آنا. باز آنا میگه میسه سینه اولت نوت. همین الان در کجا هستی؟ میکو میگه اولین کریاستوسا اپس کرین وحن. در کتابخانه هستم و کمک درس میخوانم. آنا باز میگه آها میسته سینه تولیت اینن کریاستو. آها پیش از کتابخانه از کجا آمدی؟ اینن کریاستو پیش از کتابخانه. میکو تولین کتوا یون کاهویا یا سوین مپالا. از خانه آمدم، قهوه نوشیدم و صبحانه خوردم. آنا میگه یا میهن. آنا میگه یا میهن سینمینت سین یلکن. و بعد از آن به کجا میروی؟ میکو میگه منین کاوریدن لو التا پیوله. بعد از ظهر به خانه دوستانم میرم. آنا میگه کلستا هیولتا منین نوت کاوپان. خب معلوم میشود ما الان کسم در فروشگاه میرم. میکو میگه اوکی نهدن مهمین. نهدن مهمین. اوکی بعدن میبینم یک دیگر را. چقدر یک گفتگوی قشنگ پشت تلفنی دیگه. وقت که زنگ بزنه از پرسان کجا موری باید بگه اینی سه کلمه جادویی میسته میهین را که یاد داشته باشی سر که گفتگوی خیلی قشنگ انجام داد. حضوری پشت تلفنی در هر جا. شما در زیر انمزی ویدیو کسایی که در فنلاند زندگی نه و فنلاند آمده و این کلمات میسته و میهندم که یاد گرفتین در کامین کسا نوشته کن یک جمله قشنگ راجع به میسته و میهن دیگه ببینم که چقدر کسا یاد گرفتین. اگر شد همراه جوابشان کسا نوشته کن. و دیگه مطمئنم که با یادگیری از امی سه کلمه جادویی واقعا یال در خود کسا افتخار مونین و در زبان فنلاندیتون یک چیزای اضافه شد و نکات طلایی که راجع به میسته و میهین وجود داشت اینا رو هم کسا یاد گرفتین دیگه و فهمیدین که اینا چقدر پرکاربرد است و میتونین روزمره در دیالوگ‌های خود کسا به کار بونین و در هر جایی که مورین راه کسا همراهشان کسا پیدا کن. این دیگه واقعا جای افتخار است. در خود افتخار کن که چیزا رو یاد گرفتین. و دیگه تشکر که تا آخر همراه از ما کسا بودین. دیگه حتما کانال همدم زون را لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن، کامنت بنویسین.
همراه دوستای خود را از این کانال حتما آگاهی بدین تا اونا با ما کسی یاد بگیره.